فرمت و ماهیت یک بیزینس و بیزینس پلنی که فرد متقاضی راه اندازی بیزینس هستش میتونه تعیین کنه چه جور ثبت شرکتی باید اتفاق بیفته. درسته؟ نه لزوما. شرکت ها در کانادا انواع مختلفی ندارند. ما یک نوع شرکت داریم که تأسیس میشه و اون یک نوع شرکت میتونه تصمیم بگیره که سهام صادر بکنه و سهامش رو در بورس عرضه بکنه یا نکنه، وگرنه از حیث نوع و ماهیت شرکت ها در کانادا تنوعی نداریم. یک مدل شرکت داریم. و اینکه نوع فعالیت یک بیزینس در ثبت شرکت تعیین میشه؟ خیر، محدودیت موضوع یا اون حالا میگن موضوع شرکت ما نداریم چیزی در کانادا. یک شرکت میتونه به کلیه فعالیت‌های اقتصادی بپردازه، تجارت، خدمات، تولید، هیچ محدودیتی نداره و هیچ لزومی هم وجود نداره که موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه قید بشه. حالا با این اوصاف یه فرد میتونه یه ثبت شرکت داشته باشه، از همون یه شرکت برای فعالیت‌های مختلف استفاده کنه. مثلا طرف فعالیت تجاری داره یا فعالیت تولیدی، اینا رو همه رو میتونه در قالب یک شرکت انجام بده، یا اصلا توصیه شما چیه که میتونه بهتر باشه در قالب چند شرکت فعالیت‌های مختلفش رو مدیریت داشته باشه؟ عرضم خدمتتون که برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی لزومی به ثبت چند تا شرکت نیست. یک فرد میتونه با یک شرکتش فعالیت‌های مختلف اقتصادیش رو انجام بده. اما شاید بعضی وقتها بنا به برخی مصالح و ملاحظات لازم بشه که شرکت‌های مختلفی ثبت بشه که هر کدوم در یک حوزه خاص فعالیت داشته باشن. مهمترین ملاحظاتی که افراد مد نظر قرار میدن، یکی مسائل مالیاتی هستش. امکان داره یه لاین بیزینس درآمد خاصی داشته باشه و یک نوع مالیات خاصی بهش تعلق بگیره و یه لاین دیگه بیزینس اون مزیت‌های مالیاتی رو مثلا نداشته باشه، یا امکان داره در سالهای اول سوددهی آنچنانی نداشته باشه و فرد بتونه از یک سری مزایای مالیاتی استفاده کنه. بنابراین این بعد صحبت به اینجا برمیگرده که مزایای مالیاتی پس از مشاوره با متخصصین مالیاتی چی هستش. شاید لازم بشه از این جهت چند تا شرکت تأسیس بشه. یکی از موارد یا نکات دیگه‌ای که مد نظر قرار میگیره میزان تسری مسئولیت ها هستش. امکان داره که یک شرکتی فرضاً در امور ساختمانی فعاله و سوددهی خوبی داره اما دعاوی زیادی هم داشته باشه و یک شرکت دیگه‌ای در کار توزیع باشه و اونجا دعاویش کمتر باشه و شاید صاحبین این بیزینس بخوان این دعاوی تسری پیدا نکنه به دو بخش بیزنس. برای همین دوست داشته باشن که دو تا استراکچر یا ساختار جدای از هم داشته باشن که اگر یکی از این بیزینس ها درگیر دعاوی یا دیونش بشه، سایر لاین های بیزینسی درگیر اون موضوع نشن.